در درس گذشته درباره فایده شناختی یا فایده خواندن تاریخ مبارزه های امامان کم و بیش خوانده بودیم. اما این بحثمان بهره کامل نبردن ما از دو فایده شناخت امام. در اون درس گفتیم که دو فایده اساسی داره: شناخت امام، شناخت فرزندان پیغمبر، شناخت زندگی نامه مبارزاتی و سیاسیشان. من بازم تاکید میکنم که ربط زندگی نامه پیامبران را با نگاه های مبارزاتی و مقاومتی و سیاسی بخوانید. همون کاری که سال 2017 2016 2018 تقریبا 170 200 درس من گفتگیم، 7 8 سال 10 سال 8 سال پیش 200 درس فقط برای آنکه زندگی نامه سیاسی و مبارزاتی و جهادی انبیا را مطرح بسازیم. ما در این بخش اصلا نمیدونیم، اصلا در این باره در تاجیکستان گفته شدگی نیست. خب اکنون میگیم که بیایم زندگی نامه امامان اهل بیت را، فرزندان پیغمبر را، چه امامش چه امامزاده‌اش با نگاه‌های سیاسی و مقاومتی و مبارزاتی بخونیم. چی فایده؟ اولا که زندگی آنها را میآموزیم. فایده دومش چیه؟ وقتی زندگیشون آموختیم از زندگیشون بهره میگیریم، نسخه میگیریم، سیرکوپیا میکنیم. و وقتی این گونه شد برای ما آموزنده میشود و برای ما به وجد آورنده میشود. ما را به وجد میاره، ما را به میدان حاضر میسازه، در ما عزم و اراده را ایجاد میکنه. این فایده هاش هست. اما ما از همین دو فایده بهره کامل بردگی نیستیم. متاسفانه امروز هیچ یک از این دو فایده در اختیار ما نیست. ما نه به صورت آموزنده زندگی امام را فهمیده ایم و نه به صورت برانگیزاننده. ما نه به طور آموزنده زندگی امام ها را فهمیدیم و شناختیم و عمل کردیم و بهره بردیم و نه به طور برانگیزاننده که ما را برانگیخته بسازد، که در ما انقلاب را به وجود بیاورد، که در ما عزم و اراده را به وجود بیاورد، که از ما یک مجاهد و مبارز و انقلابی بسازد. در ما همین چیز نیست. چرا؟ چون که ما زندگی نامه ائمه را نخواندیم با نگاه های سیاسی، مبارزاتی و مقاومتی، و اگر هم خواندیم نتوانستیم بهره بگیریم. برای همین جمع کثیری از ماها و اونهایی که خوانده اند و شناخته اند خوابند و خوابیم، در غفلتیم، در غفوه هستیم. وقتی به زندگی نامه امامان خدا